خصوصیت‌های قرآن کریم. خصوصیت‌های قرآن کریم. مؤلف ابن قدامه می‌فرماید که هذا هو کتاب العربی الذی قال فیه الذی کفروا. قرآن کریم کتاب مبارک عربی مبین است که کافران درباره آن گفته‌اند لن نؤمن بهذا القرآن، هرگز به این قرآن ما ایمان نمی‌آوریم. و گروه دیگران از آن این قرآن سخن بیشتر ندونستند، تنها یک سخن است. چنانکه الله می‌فرماید این هذا الا قول البشر، گفتند بجز این سخن بشر چیز دیگری نیست. و الله سبحانه و تعالی در پاسخ اینها جواب داده گفت که ساصلیه سقر، من آنها را به دوزخ میاندازم، جایگاه آنها را این تکذیب کنندگان و دروغگویان جهنم قرار میدهم. و دیگران این قرآن شعر گفتند، اما الله آنها را رد کرده می‌فرماید که و ما علمناه الشعر، ای مردم ما بر این پیامبر شعر را که تعلیم ندادیم. و ما ینبغی له، و بر او این شعر هم نیاز هم ندارد، شایسته نیست که بر این شعر گفته شود. این هو الا ذکر، به درستی که این ذکر است و قرآن مبین، قرآن واضح روشن است. جز ذکر و قرآن چیز دیگری نیست. پس با این رد دعوای شاعر بودن قرآن یک پیامبر صلی الله علیه و سلم و اثبات این که قرآن کتاب روشن و مبین است برای هر کسی که عاقل است، در قلب است دیگر شبهه باقی نمیماند که این قرآن کتاب است که کلمه ها، حرف ها و آیات ها عبارت می باشد. قال عز و جل، الله عز و جل می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر در آنچه که ما بر بنده امان محمد نازل کردیم در شک و شبهه هستید، فأتوا بسورة من مثلی، پس اقلا یک سوره مثل این بیاورید. ودعوا شهداءکم من دون الله، حتی شاهدان خودتون رو به غیر الله بخوانید، فرا بخوانید. که یک آیت مثل این بیارید، یک سوره مثل این بیارید. پس این سخن معنا ندارد که الله سبحانه و تعالی با چیزی که معروف نیست یا که فهمیدنش غیر امکان است آنها را در مقابل آن دعوت نماید. واقعا شما این را اگر که این گونه سخن ها میگوید نسبت کلام الله کنی بیارید مثل این یک آیت یک سوره. و قال تعالی، و الله میفرماید و اذا تتلى علیهم آیاتنا، هنگامی که آیه های روشن ما، البینات، آیه های روشن ما بر آنها خوانده شود، قال الذين لا يرجون لقاءنا، آن کسانی که آنهایی که با ملاقات ما امید ندارن، ایمان ندارن، میگویند چی میگویند؟ به این قرآن ایمان ندارن، میگن قرآن غیر این بیاور یا آن را دیگرگون کن. پس این سخن الله سبحانه و تعالی اثبات میکنه که قرآن همان آیات هایی است که بر ما تلاوت میشود، ما آن را میخوانیم، تلاوت میکنیم.